روزگار بود در دار کهن، زندگی میکرد در آن پیرزن. پیرزن یک شب خدا را دید به خواب، کرد سؤالی از خدا بگرفت جواب. گفت خدا را بی کس و تنها منم، از برای دیدنت شیدا منم. آرزو دارم شوی مهمان من، پاره نان خوری از خوان من. لحظه خواهم که همرازم شوی، در دمی تنهایی دمسازم شوی. شد پذیرا دعوت او را خدا، گفت فردا آیم من پیش شما. پیرزن بیدار شد آن دم ز خواب، جارو زد او خانه اش را با شتاب. پیرزن بر سوی بازار شد روان، کرد خرید مغز و مویز و شهد و نان. خوردنی های لذیذ او بپخت، چشم براهی آمدی مهمانش دخت. بعد چند تق تقی در را شنید، پیرزن شادان به سوی در دوید. پیرزن رفت باز کرد در با شتاب، دید مردی است گدا، کردش خطاب. داد زد بر آن گدا از در براند، بس درش را و خودش تنها بماند. با زنو از پشت در آمد صدا، پیرزن با خود بگفت آمد خدا. با شتاب رفت و درش را کرد باز، کودکی را دید با دستی نیاز. کودکی بیچاره لرزان از خنک، در تنش پیراهنی داشت او تنک. گرم شدن میخواست کودک آن زمان، آرزو میپرورید در دل نهان. پیرزن اما به کودک داد زد، راند از در بر سرش فریاد زد. راند کودک را و دری خانه ببست، منتظر در خانهش تنها نشست. روز بگذشت و غروب کرد آفتاب، پرتو افشان در هوا شد ماهتاب. ناامید شد پیرزن نامد خدا، ناگهان از پشت در آمد صدا. پیرزن رفت با شتاب چشمش براه، دید زنی با کودکان با آه و واه. آن زنی بیچاره گفت میشو ملول، ده به من چند درهمی گردار پول. من برم بر کودکان خود غذا، تا خدا از همتت گردد رضا. پیرزن زین ماجرا شد در غضب، با سخنهای قبیح بگشاد لب. گفت برو این دم ز پیش خانم، حیف دانم من به تو کاشانم. وقت خواب شد گشته ناامید پیرزن، که چرا نامد چرا مهمان من. خواب رفت آشفته حال و خسته جان، دید به خوابش باز خدا را ناگهان. پیرزن پرسید به خوابش از خدا، که کجا شد وعده های تو کجا. گفتی مهمانی آیی خانم، پر ز فیضت میکنی کاشانم. گفت خدا بر پیرزن ای بی خبر. گفت خدا بر پیرزن ای بی خبر. گفت خدا بر پیرزن ای بی خبر. آمدم 3 بار
آمدیم ز در.